دفعه می گیلا گفتم این علفور سوک علفور نکنه کنی علف گلوس کنم اینا رو گسمنده چوریه و بیلو اشتعرفی داره دایم پس این علفان مونده او آن تا گلو با چکاره که بالا با تو لکته گریه میکنی بابا البته خبر نداریم بابا نه من چی خبر چکار شده گردنم من باشه مایم برسم به آلمان کی دادیمه تو ماد ما یک دم میبره تو مثلا نسای میگه مرتقا چیز نمیگه که بگه جله بکنه لقش که خب آره بیا آمده بابا همه زندگی اینا بخریدن سعی میکنه که به داده خو میگم اینا چرا برفشیدیم میگم ما این بریم با آلمان بریم اینا با ما روز اول خط ندادن بعد کرد اشتباه کرد که مایی بره مثل که میگو به دهن خود خون که بره یخچال من تو خط دارم خب بری کامل بردن و من دیکن سر بازار بردن وقت گردنه به من باشه چی میگه مرینا بابا من تو خط دارم اشته خط داره مثل که دنیا زنگ گرفته که دخترم برداره و بره کشورها خارج ببره زش میگه بیا که بریم بده یالا سلام علیکم. آقا شما سرایه؟ بله. روش صدا کنه برای مسئله دیگه اینجا تا کوچه بافته بیا با خونه نمیره خورن لالا خود صدا کن که بیا یک دقیقه بلا خوش بفرمایید چای بخوره. نه زنده باشه ما چای شما تینیم بشینیم بابا دیونه شدم به شما میگم لالا السلام علیکم خسرو جان چی حال احوال بخیر سلامتی بیشترین بخیر گیلک جان بخیر سلامت بیشترین خسرو جان بخیر سلامت گیلک جان خوبی بخیر سلامتی وقت از بریم به خونه بریم زنده باشی بریم که گلاسک چای بخوریم جور تیار باشی و تا سلام میشیم میگم کوکو بله من اول کاشمی تو خط دارم شما به چی گناه به چی حق حساب شما دخترم مایم ببرم کشور خارج به خارج ما و خارج کی گفت ما خارج میریم نه مادر ما و خارج کاکا جان اینجا که زندگی کردن همیشه خب باش بچیم همون خاطی تیپ زدی که من بری به آلمان بری به خدا یک بحثر ببین دادی برای سلت میکنه هیچ گپی نه گیلک جان شوخی میکنه آلمانه به کجا بوده آلمان به دروازه خوش بیای ما نمیریم اشته بسیم تیار آوردی و تو جنسار فروختی او دادی من که عمر خود پیار من به شیر خوش کرد کلون کردم هرچی خورده بسکوت مادر اولو آلمان ببریم با آلمان میاری تمام وسایل را میفروشه به 20 ساعت پیش من به جبری ها نه خسرو جان کجا بوده که ما همه وسیله ها بفروشم همون یخچال و همون کولرا سوخته قلینه که پاره شده مش خورده بود همینا چیز میزا زیادی سیم سوار میآوردم بخرید اینا رو بردش ببردم با کار ما نبود ما که شما جنس دادی بدم شکر الحمدلله نوشا بیکار مونده که بیای به تا خونه شما قلین بخورم اونجا زل جنس داریم ما جنس ها خو میفروشم عجب والا با خدا الان که بابا میرم دروغ بگی گپ نده ایتا پاچکار میشکنم که بره خط دارمی تا تمون گوی دل جمع باشیم هیچ تشویش نداشته باشیم نمیریم کجا بوده ما آلمان ما با هفته نگاه خور به زمین آسمان نزدی من خبر دارم ای کارا خورم نکو ای خاک تونه وطن تونه روزگار تونه تو چه میبرم کشور خارج بری زندگی کنی نمیریم کجا بوده خارج کجا بوده ما و خارج بابا ما به هفته که 7 روز 6.5 روز عدده قصبیده خبر بگیریم دیگه ناله بره با آلمان من دیگه اشته گپ زنم تشویش نکنیم هیچ گپی نیه
وقتی لالا جو برو که من چای بیاره که چای بخورم. گیلا و میا خدمی رو همی دکندم کوچه رسیلا همی دکندم کوچه داده ما بدیدم بدیدی؟ بده با من دکند بگو که یک دونه جنسا ماری بر نکنی بخی باش یک پیاله چای بخورم که زن من مشاق کنم مثل میگم کاکا جان بابا چای بیارم بابا کجا رو این میکنی؟ باش یک پیاله چای بخورم که زن من حلقه گلوی مثل تسر شما خوش شده اشته خوش شده بفرما. بگیریم کام گلوی خود تازه کنیم تا چای آماده میشه. این گپار کی بگو برای شما؟ این خبرات دروغ کی آورده شما؟ گیلا دیدی بیده که جنسا دگه میفروشی خب گفتم همون قدیم کنه و همینا بیده که بردن کاکا اونا کنه بیدن من کنه سونی بیدم تو جنس داده بیدم اینا بیکاره بود یک کنه همه یه هسته سر جا خونه گیلا گمی تو روی اصاب من را نمیره اول انکن نمیرین اگه دوم هم بریم چه کار میشه؟ نه خود که من روی دان نانو تا میزنم بله ما بمی دو تلی سنگور بمی اندونا ما دل مرگرم کنه اعصابو خراب نکنین کاکا بگیریم وقتی گرد بکم کو من بمی وام دل مرگرم کنی عزت دیگه من دختر به فکر نمیکی کلان کردم بابا شما من دختر که بکی کلوچه کلان کردم زحمت کشیدم که شما بردارم ببریم کشورها خارج ببریم ها نه خود که بروی دندوناتو میزنم با چی که نمیخری زحمت کشیدم که تو برداریم کشورها خارج که سالها ماها من نتونم خودی 4 کیلو گپ بزنم ایشته نمیتونیم گپ زنیم آل اینترنت آل تلیفونه ایشته گپ زدن نمیتونیم همین اینترنت از نزدیک انگار کنیم خودی گپ میزنیم و همین انگار که شیشته پیش شما خیلی آقا بریدن و دروغ جگر خونی نکنیم گردن آمد باشه اگه دیگه دل بگیره من نون بخورم گریه کنیم بابا دل خود خیلی کنیم بابا شما گریه کنیم همینا دل خود با یه اینا خیلی میکنم راش بگم میگم این دختر شما صدا شما رو میشنه و جگر خون میشه سر صدا نکنیم گریه نکنیم بگیریم هم میوه بخوریم آخه آنه بیا من دادش تنه خود داده بخیر شده میری هستی که داده بس چه خاطر گریه میکنیم چی گفه؟ سیکو خانم نارفته اینا سر صدا رو چسبوندم این گریه و ناله و که شما ما این بریم به خارج بریم ما به خارج میریم اینا باید خوشحال باشم که من استوده میشم آخه ما به شما نگه نگو گریه که جگرم خون میشه چی فایده گریه میکنی؟ چرا بابا گریه میکنه؟ از این بودم هر چی میگم برای اینا هیچ بابا گپم باور نمیکنه گریه نکن بابا خوشحال باید تو باشی چرا گریه میکنی؟ دل نون بکنه به تحره میره چرا با شما اینجا شیستیم چرا با خونه نرفتیم؟ هر چی گفتم بریم به خونه انا میدی بشیشتم ای سر صدا میکنم و گریه میکنم من نمیفهمم چه کار کنم گردن آمد نون بدید تا بر بنا نیست نگه گریه بگید نگه بابا شمی
دختر تو به این کار رضایت داری که بری به کشورها خارج بری؟ بابا شما به اسودگی ما خوش نیم که ما اسوده شم. یعنی اسوده میشی؟ ها دیگه بذار کشمک چکار کنیم تا کی بشینیم دیگه. یعنی اسوده میشی، دل جمع باشون. همین مردم هم میرم اونجا چکار میکنم اسوده نمیشم. به اون کشورهای چیز دیگه؟ خارجه. آمریکا میرم دیگه. کشورها کفر میری ها؟ خواه خوریاله میدی و تم خوریاله میدی. ما خود دائمی نمیریم، اولا که نمیریم دیو من بریم دائمی ما خود از اونجا ما که کمالی نمیرید فکر فلانه. فقط اون خونه بابا ما که ما ببین اصلا مر بالا اصلا مر رانو. 1 سال 2 سال مثل که پس میایم همینجا دیگه، همین خاک لعنتی میایم. گپ مفت بزنی با تاثیر می. کالکسان کردم میتونم فرق سرش ما که شما رو آرام میکنه میدی. پیار خور بفهم اونو خی. بابا ناراحتی نکنیم، خیر غمی نداره. زبون نزده که. آخه اینکه بریم به خونه فایده نداره اینجا که سلسله. تیرم ازم خونیشم تیرم ازم زندگیشم تیرم. همسایه با ما چی میگن؟ وقتی که تن برو به خونه خودی کن. آقا جانی تکورا کردم. پیار بکن اعصاب خراب خیر. هنو نارفته جنگ و جنجال بچسبوندن که شما با آلمان میریم به خارج میریم، باز بریم به خارج. مردم نمیرن، نصف مردم به خارج رفتن. برو جمع کن بگو رو خونه اینا رو دیگه. ماما اینا دوماد ما نگی گردن و بعد باشی بری برش مو از سر شما نمیگذارم که برا بفتکه. ماما این یخچال و کلی رو این لباس این چیزایی نلی که بالشتاد از دوماد ما نگی یک مو از سر اینا کم شه گردن و بعد باشی شما دیکون شما مثل کبریتی بری در میدم. الو بابا بیا من همین چیز همین دیکون مرتکب همین که جایی که ما همین خیرتا پیرتا دادر فرختم اینجا بسته چه کار کنم من دم در محکم بگیرم ای خب که وا شدک ما به شما زنگ میزنم بیای محکم بگیرن درای خوبه خداحافظ. دام دکون کی تو بسته کرده اینجی؟ بله تو دام دکون کی بسته کرده؟ اینا از مانه. چی از شمانه؟ همین خیرتا پیرتا. ایتا معلوم میشه که ما شب هم دکون بسته نکنیم که واسه شما میاییم که اینا از مانه اینا از کجا آوردید؟ دکون از منه. از کجا آوردی اینا؟ این دکون از شما نه ماما؟ بله
آها این تو کلی روی یخچالا و این مثلا نلیچه و بالشتا اینا دوماد مامای بچه بره بالمان بی صدا از ما بیار میگفت در محکم بگیرن دوماد تو مای بچه به ما چی ربطی داره؟ برفشیده به شما برفشیده پولا خورستانده مفت داده بریم نه فرشی ماما که یک موثر از اینا کم شکردن و بند باشه همه یا شما کنی یا اونه چی؟ خب گپ بخور بزن گپ بخور بزن گپ چی؟ خب چه کار میکنی خودمه؟ مالک ما بخریدم خودمه چه کار میکنی؟ کیر بخریدین؟ ما مالک بخریدم تو میگی نه دوماد منه برو دوماد خود پیدا کو بیا برو هر کس که بمو پخته بیا خودمه گردنه بطور نمیشم برو باش کما درد کن تو باشو هر کس اینار با ما بفرخته برو برو هر کس که اینا رو با ما بفرخته امور حکومت رو نمیشناسم برو درد کن با نکو ماما چی ماما داری ماما شاعر گفته تو را سگلیت بلب بینون کفن بگردن خب کسی به کسی کار نباشه بس که تا پیار میبیایه برو که با پیار تو به ما خود پیار بیا برو شتا آدم ها پیدا میشه مزایم به کار ما میشه بیانی در تا خیلی جگه به در بسته کنه که مالا خواه هر مرتبه خریدی